سلام دوستان، امیر علیخانی هستم با سیستم یا استراتژی 4 جفت ارز که قبلا به نام 3 جفت ارز معرفی کرده بودم. منتها یه قلق خاص داره که دوستان خواسته بودن یه فیلم آموزشی درست کنم یا همون همبستگی یا کورلیشنی که بعضی از دوستان میشناسن به اون اسم. ببینیم ما باید 4 جفت ارز رو کنار هم رو سیستممون بذاریم. جفت ارز یورو به دلار، آزی به دلار، پوند به دلار و یو اس فرانک. این 4 جفت ارز کنار هم باید باشن. حالا هر تایمی بچه ها میتونین استفاده کنین. من رو تایم 4 ساعته گذاشتم، شما میتونین 1 ساعته، نیم ساعته، 15 دقیقه، 5 دقیقه، حتی دیلی و ویکلی و مانتلی هم میتونین استفاده کنین. طریقه استفادهش هم به این شکله. شما فرقی نمیکنه اول کدوم یکی از این 4 جفت ارز رو بررسی کنید. شما یکی از این جفت ارزها رو حالا هر کدوم رو به دلخواه باز میکنین. من مثلا پوند به دلار رو باز میکنم. شما قلق این سیستم ببینید این نیستش که شما چشمی بتونین های و لوهای این سیستم رو پیدا کنین و اصلا قلقش چشمی نیست. یعنی شما چشمی نمیتونین ببینین تو 4 جفت ارز. شما حتما یه قلق خاص داره که الان من خدمتتون میگم. ببینیم ما از آخرین کندلی که در حال تو لایو بازار داره، کندل هنوز بسته نشده، ما میتونیم مثلا میخوایم هایای پوند به دلار رو بررسی کنیم. ببینید یه عدد خاصی نداره دوستان، یه عدد خاصی نیست که بعضی از دوستان میگن ما چه عددی رو مثلا مورد بررسی قرار بدیم. هیچ عدد خاصی نداره. شما باید چند تا هایی که به چشم میبینی رو پیدا بکنید، اینا رو عدد گذاری کنید. مثلا از کندل آخر عددش رو پیدا کنید. مثلا اینجا کندل 79 یا همون 80 که ما به اسم های 80 میشناسیم از این به بعد. پس عدد خاصی نیست. ما از آخرین کندل یکی از جفت ارزها رو به عقب برمیگردیم و این اون های 80 رو پیدا میکنیم و یادداشت میکنیم. رو کاغذ مینویسیم پوند به دلار های 80 رو زده، یا کندل 80 که یه هایی باشه رفته و بالاتر زده. میریم یه های قبلی، های 230 هستش، کندل 230 رو نگاه میکنیم، میبینیم هنوز نزده ولی خب به هر حال در حال زده شدن این های 230 رو حالا میتونیم مثلا بگیم زده شده. حالا به یه شکلی میتونیم بگیم زده شده. میتونیم بریم عقب‌تر. اینا رو همه رو باید یادداشت کنیم دوستان. پس شد های 80، های 230، این دوتا زده شده. میریم عقب‌تر، های 307. های 307 زده نشده. همونطور که میبینین هنوز قیمت به این های نرسیده. اینم یادداشت میکنیم، های 307 زده نشده. میریم عقب‌تر، های 440. های 440 رو بررسی میکنیم، میبینیم زده نشده، هنوز قیمت نرفته این های رو بزنه، یا حتی قیمت قبل هم تو روزهای قبل نتونستن این های رو بزنن. یا حتی باز میتونیم بریم عقب‌تر، مثلا ببینیم این های چه عددی داره. مثلا 660، های 660 هم زده نشده دوستان. پس های 80 شد، ما یادداشت میکنیم های 230، 307 و عقب‌تر های 660. این واسه اعداد دوستان هیچ محدودیتی نداره. یعنی این اصلا فکر نکنین که محدودیت تو گذشته بازار داریم. هر های و لویی که مثلا تو یکی دو تایش زده نشده، تو 2 تا یا 3 تا دیگه زده شده، قطعا اون های و لوها باید تاچ بشن. این قلق این کار، این استراتژی این هستش. ما اینو میبندیم، میریم سراغ یه جفت ارز دیگه، آزی به دلار. شما از اون کندل آخر دوباره همون هایایی که یادداشت کردین، یعنی تو پوند به دلار بررسیشون کردین، اینجا هم بررسی میکنید. یعنی میشه های 80.
حالا 80می زده نشده. پس شما تو آزی به دلار می‌نویسین های 80 زده نشده. باز های بعدی رو بررسی میکنین که توی پوند به دلار بررسی کردین. های 230 شما میاین های 230 هم زده نشده دوستان، یعنی البته توی این کندل 167 اومده. حالا میتونیم بگیم زده شده، حالا مثل پوند تقریبا زده شده، تو این های رفته زده شده. اینو میتونیم حالا به عنوان های زده شده بذاریم، های 230. باز از کندل آخر همون اعدادی رو که داریم، عدد بعدی عدد 307 هست. ما میریم رو کندل 307، میریم ببینیم این های هنوز زده نشده. این های بعد از اون با هیچ کندلی زده نشده. پس این های ما یادداشتش میکنیم 307 آزی 307 زده نشده. بعدی های 660 هست. 660 اینجاست. دقت کنین تو تمام این 4 جفت ارز این اتفاقات باید بیفته دوستان. این دیگه نبایدی تو کارش نیست. شما از 2 تا جفت ارز بتونین یه تاییدیه بگیرین، تو جفت ارز دیگه به راحتی میتونین وارد بشین. پس این های 660 هم توی آزی زده نشده. ما میریم سراغ جفت ارز یورو به دلار. از آخرین کندل های 80 رو بررسی میکنیم، زده شده. میبینید اینجا اینجا های 80 زده شده. های 230 رو بررسی میکنیم. 230 هم با این کندل اومده اون های زده شده. اینجا این های زده شده. های 307 رو بررسی میکنیم. های 307 دوستان زده نشده. شما میتونید علامت بذارین تو یورو. 80 و 230 تو یورو زده شده. های 307 زده نشده. های 660 که تو جفت ارزهای دیگه هم زده نشده بودن. 660 این بالا باید بشه. بله این تو جفت ارزهای دیگه هم زده نشده. تو 3 جفت ارز تو یورو به دلار هم زده نشده. میریم سراغ یو اس فرانک. یو اس فرانک باید ببینین دوستان تو اون 3 جفت ارز که های زده شده توی یو اس فرانک ما دنبال لوهاش باید بگردیم، یعنی اون اعدادی که تو اونا بررسی کردیم و توی یو اس فرانک باید لوش رو بررسی کنیم. الان لو 80 زده شده. لو 80 میبینید که اومده زده شده. لو 230 زده شده دوستان. میبینید اصلا اینجا اومده لو 230 رو زده. لو 307 دوستان زده شده و لو 660 لو 660 دوستان همونطور که میبینین زده نشده. یه مقدار دیگه مونده که این لو زده بشه. ما هم صبر میکنیم. به هر حال تو اون 3 جفت ارز دیگه اون های 660 زده نشده. تو یو اس فرانک لو 608 یه مقداری مونده که اون لو رو بره بزنه. پس تمام اون لوها توی یو اس فرانک 80 230 307 و 660 تمام لوها زده شده
حالا ما بررسی میکنیم کاغذی که نوشتیم تو تایم 4 ساعت، میبینیم که توی جفت ارز پوند به دلار های 80 زده شده، های 80 آزی به دلار زده نشده، های 80 یورو به دلار زده شده و لو 80 یو اس فرانک زده شده. پس ما فقط یه زده نشده توی آزی داریم که های 80 بوده. اون میتونه یه تارگت 100% ما باشه دوستان. یعنی این های 80 و این های 80 و حتما دوستان آزی باید ببینه، اصلا شک نکنه این چون تو سه تاش تاییدیه خیلی قوی داده، اون 80 اون های لو زده شده، تو بقیهش هم حتما زده باید بشه. بعد بررسی میکنیم های 230 در پوند زده شده، در آزی زده شده، در یورو زده شده و در پوند هم، در یو اس فرانک هم زده شده. پس ما 230 رو نداریم دیگه. های 307 دوستان در پوند زده نشده، در های 307 در آزی زده نشده، در یورو هم زده نشده، فقط لو 307 در یو اس فرانک زده شده که ما منتظر تایید یه دونه دیگه تو اون 307 میمونیم. اگه یه دونه دیگه تایید بگیریم تو اون دوتای دیگه میتونیم به راحتی وارد بشیم. الان همون های 80 که تو آزی به دست آوردیم که باید بزنه، خودش در حدود دوستان 110 پیپه، یعنی شما در همین جا میتونین وارد بشین و یه تارگت 100% داشته باشین. و های 660 هم که تو سه تایش زده نشده، فقط تو یو اس فرانک لو 660 زده شده و خیلی هم به هر حال میتونید اینا رو بررسی کنید. این فقط یه تایم 4 ساعته بود من بررسی کردیم، شما میتونید تمام این جفت ارزا رو تو 30 دقیقه بذارید، به راحتی میتونید همه رو بررسی بکنید دوستان. مهم نیست کدوم جفت ارز رو شروع کنید، کافیه یه جفت ارز رو اصلا دل بخواهی باز بکنین از کندل آخر. گفتم خدمتتون مثلا میخواین هایش رو بررسی بکنید، از کندل آخر یه دونه های بیاین عقب، مثلا تو این 30 دقیقه پوند به دلار میشه 90 زده شده، یادداشت کنین. برین عقب 236 مثلا زده شده، برین عقب 327 زده شده. دوستان این تمام این هایا رو میتونین بررسی کنید. 418 زده شده و مثلا 628 تو پوند، کل این هایا تو 30 دقیقه زده شده. مثلا میتونیم ببندیم بریم یورو به دلار، یورو به دلار رو بررسی کنیم از آخرین کنده همونجوری 90. حالا اون 90 یه عددی بود که تو اون به دست آوردیم و تو این هم همین اعداد رو بررسی میکنیم و هر کدوم که مونده بود دوستان میتونیم یه تارگت 100% ازش بگیریم و بقیه راهو باش بریم. دوستان این 4 تا جفت ارز واقعا مهمه، سودای خیلی قشنگ و خوشگلی میتونه بهتون بده و اینو از دست ندین. حتما برین تمرین بکنین، 4 تا جفت ارز رو چند بار چک بکنین، واقعا ارزش داره یه وقتی روش بذارین. تارگت های واقعا 100% بهتون میده، اصلا تارگت های ردخور نداره و در نظر تارگتی خیالتون راحت باشه. من امیر علیخانی هستم، در خدمتتون هستم. دوست داشتم اینو بهتون آموزش بدم و همه دوستای ایرانی بتونن سود کنن و واقعا از بازار دنیا عقب نمونن، چون تو دنیا همه به تمام علما دسترسی دارن، به دانشگاه ها دسترسی دارن، بتونن استفاده کنن از این سیستم. دوستان حتما استفاده کنین، واقعا بررسیش کنین. امیدوارم که پرسود باشین. در خدمتتون هستم.